سلام، اسماعیلم و با بخش اول پادکست روانشناسی معاملاتی همراه شما هستم. امروز میخوام راجع به این صحبت کنم که چجوری شناخت علم روانشناسی بهتون کمک میکنه معامله‌گر بهتری بشین. وقتی از روانشناسی صحبت میکنیم منظورمون بررسی و تحلیل الگوهای رفتاری معامله‌گره که بهمون کمک میکنه رفتار معامله‌گر رو تو شرایط مختلف پیش بینی کنیم. روانشناسی معامله‌گری در واقع تمام احساسات و عواطفی هستند که یک معامله‌گر در زمان معامله‌گری تجربه میکنه. بعضی از این احساسات مفیدند در حالی که ترس، طمع و اضطراب باید مهار بشن. یادمون نره که فومو مخربترین تجربه تو بازارهای مالیه. ترس از دست دادن و افزایش ناگهانی قیمت مثالیه که معامله‌گر کم تجربه رو وسوسه میکنه تا تو اوج قیمت خرید کنه و معمولاً بعد از ورود اکثر مواقع روند معکوس میشه که همه اینا منجر به استرس بزرگتری میشه. طبیعتاً چالش‌های روزمره و اتفاقات پیرامون روی رفتار یک معامله‌گر تأثیر میذاره. در واقع میخوام بگم مسئله‌ای که اهمیت داره اینه که روانشناسی معاملاتی کمک میکنه که تو معامله‌گر شناخت بهتری نسبت به خودت داشته باشی و بدونی چطور تو زمان سود و ضرر هیجانات و احساساتت رو مدیریت کنی. وقتی با علم روانشناسی آشنا نباشی، با باز شدن هر پوزیشن ممکنه اشتباهات بزرگ و ضررهای سنگینی رو تجربه کنی. کنترل این پروسه تو مرحله اول با استفاده از پس‌اندازی که بود و نبود اون اثری توی روند زندگی نمیذاره قابل مدیریته. برای همینه که همیشه به معامله‌گرای کم تجربه میگم با پول قرضی، وام، پس‌انداز یا هزینه فروش خونه یا ماشینتون وارد بازار نشین. به قول انگلیسی‌ها don't bet the farm، روی مزرعتون شرط نبندید.